قصه مرد کم بیزاعت. مردی بود که فرزندانی زیادی داشت و خیلی کم بیزاعت بود. چند روزی برای فرزندانش یگان چیزی خوردنی نیافت. خیلی غمگین و خاطر پریشان شد و به لب دریا رفت تا شاید ماهی به دست دارد. در همین وقت بختش آمد کرد و ماهی کلانی به شستش افتید و آن را گرفته شادی کنان به سوی خانه که فرزندان گرسنه‌اش چشم انتظار بودند دوید. هنوز به خانه نرسیده در میان راه با مردی واخورد که خیلی ظالم بود و زیردستان زیادی داشت و مردم از مقابلیت کردن به او می ترسیدند. چون آن ظالم دید که در دست مرد ماهی کلانی است، از پیش راه او برآمد و ماهی را از دستش کشیده گرفت. مرد فقیر به او مقابلیت کردن نتوانست. ظالم ماهی را گرفته رفت و مرد فقیر که دست خالی مانده بود و نمی توانست که چگونه به نزد فرزندانش برگردد، بر زمین نشست و دست به آسمان برداشت و گفت: خدایا، آن ظالم مرا عاجز و ناتوان کرد و قدرتش را به من نشان داد و لقمه با انتظاری ها و عذاب ها به دست آورده مرا از آن خود کرد. ای خداوندی بزرگ، پس تو قدرت خودت را بر او نشان بده تا بفهمد که مظلومان تنها نیستند و پشتیبان دارند. و از جا برخاست و غمگینانه با دست خالی به خانه برگشت. آن مرد ظالم با فخر ماهی کلان را در دست به خانه‌اش برگشت و خواست که ماهی را پاره کرده بریان نماید. ناگهان در همین هنگام ماهی انگشت او را گزید. گرچند مرد انگشت خود را رها کرد و ماهی را هم پخته با اشتهای تام با اهل عائله‌اش تناول کرد، اما این واقعه همین طور به آخر نرسید. روز پس دست ماهی گزیده مرد به درد کردن آغاز کرد و چند مدت پس به پوسیدن شروع کرد. مرد به نزد طبیب رفت، اما آنها پیش راه پوسیدن دست را گرفتن نتوانستند. بیماری تمام بدن را فرا می گرفت. روز طبیبی که باید دست او را معالجه می کرد به او فکری عجیبی گفت. او گفت: من فکر می کنم که تو کاری ناخوبی کرده ای که به چنین جزای بد گرفتار شده ای، وگرنه با این سرعت تیز پوسیدن دست و افزایش یافتن آن ناممکن است. فکر کن و خطای خود را اصلاح کن، وگرنه پوسیدن تمام جسمت ممکن است. مرد ظالم به فکر افتاد و اولین چیزی که به خاطرش آمد ماهی را از دست مرد کم بغل کشیده گرفتنش بود. فوراً به جستجوی آن مرد افتاد و او را پیدا نمود و گفت: التماس بگو که وقتی من ماهی را از دست تو کشیده گرفتم تو چی گفتی که من به این بیماری مبتلا شدم؟ مرد فقیر گفت: وقتی تو لقمه یگانه مرا از آن خود کردی، من دست به سوی آسمان برداشته گفتم که خدایا، او قدرتش را به من نشان داد و تو قدرت خودت را به او نشان بده. مرد ظالم به گریه افتاد و از مرد فقیر عذر خواست و همان دمی که مرد فقیر او را بخشید دست مرد از درد باز ماند و او توبه کرد و از این بعد از ظلم و ظالمیش دست کشید. این بود قصه تأثیر بخش.